بری خدا با آواز بلند خود گفت یا معاذ، ای معاذ. حضرت از پس صدا دادند لبیک یا رسول الله و سعدیک، در خدمت و تیار هستم، جانم فدای تو باد. چی میگویی؟ حبیب خدا یک دم باز سکوت کردند، باز گفتند ای معاذ. باز معاذ جواب داد در خدمت حبیب خدا تیار هستم، جان پدر و مادرم فدای تو باد. چی میخواهی؟ حضرت باز سکوت کردند. باز دفعه سیوم باز صدا داد ای معاذ. باز حضرت لبیک و سعدیک یا رسول الله. این 3 بار شارحای حدیث متن حدیث هم آوردند 3 بار پیغمبر گشته و بگشته معاذ گفتند. به خاطر چی بود؟ یک بار گفت معاذ شنید، برای چی دوم دفعه تکرار کرد؟ برای چی سوم دفعه تکرار کرد؟ به خاطر تاکید است. به خاطر تاکید است که گوش کن، جمله برای تو میگویم، جمله برای تمام مردم مسلمان میگویم. چه جمله بود؟ جمله هست که الحمدلله که ما شامل او هستیم، الحمدلله از خبر نیک آخرت ما و شما را خبر میدهد. چی میگوید؟ ما من عبد یشهد ان لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه. گورا گفت با تمام مردم مسلمان اعلان کن، هر کسی که میگوید لا اله الا الله، نیست خدای مگر الله یکه و یگانه است و یکه بودن و یگانه بودن پروردگار از تحت دل قبول دارد، بشارت الله است. و اونها بگو که فردا وارد جنت میشود، وارد جنت میشود. هر کسی که لا اله الا الله میگفته است، به یگانگی الله باوری دارد، وارد جنت میشود. جنتی که امروز ما برای او اگرچند عبادت‌های خیلی ضعیفانه داریم، نه آنقدر فکر جنت ما و شما را مفتون خودش کرده است چگونه که صحابه ها را مفتون کرده بود. همون جنت نصیب کی است؟ آن کسی که لا اله الا الله میگوید. تا رسول الله میگوید لقنوا موتاکم لا اله الا الله، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. حتی شما بیماری هایی که در حالت نزع جان باشند، رسول الله میگوید در بیخ گوش اونها گوید لا اله الا الله. و حبیب خدا گفت کسی در آخران لحظه حیاتش میگوید لا اله الا الله، جنت میرود. آخران لحظه حیات ما. شرط هاش چیست؟ صادقا من قلبه، صدقا من قلبه. همین کلمه را از روی صدق گوید، از روی صدق. لا اله الا الله گوید، خدا را عبادت نکند. لا اله الا الله گوید، مسجد بد بیند. لا اله الا الله گوید، 5 وقت نماز نخواند. لا اله الا الله گوید، به حرام های خدا نزدیک باشد. این صدقا من قلبه نیست. این بشارت به اینها تعلقات ندارد. از خداوند خواهان او هستند. چی در این حالت، چی در آخران لحظه های حیات ما در زبان ما کلمه لا اله الا الله را همیشه نگه دارد.
ما را عاشق این کلمه گردان، ما را در زیر این جمله زیبا خدایا جمع بگردان. خدایا محبت ذات خودت را، محبت رسولت را، محبت اسلامت را، محبت جنت را در دل ما بندگانت خدایا جایگیر بگردان. خدایا شرم و حیا را در خاندان هر یک ما بنده های مسلمانت شعار گردان. خدایا جمعه هایی که میخوانیم از پاداشش ما را با نصیب بگردان. خدایا گذشتگان ما رحمت و مغفرت گردان، بیماری ها ما شفای کامل و شفای عاجل نصیب گردان. مسافرهایی که از دیروز بر من زنگ میزنن از راه های دور و مسافرهایی که از جانب این جمعیت هستند و این چنین حاجی هایی که طی چند روز شد به سفر مبارک رفته ایستادند، خدایا همگیش سفرهاشون به خیر گردان، با صحت و سلامت به خاندانشان برسان. خدایا جمهوری ما را باز هم آباد و زیبا گردان. عدل و انصاف و آرامی را خدایا در این جمهوری ما حکم فرما گردان. تمام آن بندگانی که برای بهبودی این جامعه، این پارچه زمین سعی و کوشش دارند، خدا همگی را در حفظ امانت نگه دار. برادرای مهمانی که از راههای دور و نزدیک در این مسجد مهمانند، خدایا در هر قدمشان حسنات کتابت بفرما، صحت و سلامت به خاندانشان برسان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته موعظه ما عبارت از سوال و جواب بود. الحالم که باشد من برای شما شاید یک جمعه یا دو جمعه با جمعه آینده سوال جواب میکنم، بعدا میگذاریم باز به قصه های سیوم یار پیغمبر حضرت عثمان رضی الله عنه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این سوال جمعه گذشته آمده است. السلام علیکم بابای حاجی، با این سوال من جواب گویید. ما نتوانستیم که این سوال را با یگان معنای دیگر به شما فهمانیم، زیرا که این زن به طرف شوهرش چنان سخنهایی میگوید که تو فلان و بیمدان. اگر زن با شوهر با یگان مسئله زندگی جنجال کند، با شوهر با وی سیاست کند، زیرا این مرد هست شوهر او می باشد، بالای وی حق دارد و در وقت غضب هر گونه گبها را گوید و زن حق دارد که از جای خیسته طرف شوهرش گوید که من تو را چوب میزنم، تو فلانی و حرامی و دست درازی و دیگر. طول 10 سال هست که این مرد با این زن زندگی دارد. هر وقتا که آنها گپ گریزی کنند، قریب در همه این زن همین گپ ها را میگوید طرف شوهرش. آنها صاحب 3 فرزند می باشد. این زن چه حکم دارد در اسلام؟ التماس پرتر جواب گویید. دویم سوال من این است، من میدانم شما تفسیر کننده شعرها نیستید و از شما بسیار خواهش میکنم که من معنای این شعر را نفهمیدم، میخواهم که از زبان شما شنوم. از شما بخشش میپرسم، التماس شعر نوشتگی مرا فهمانید. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. عمر خیام. بسیار التماس میکنم پرتر جواب گوید که جواب شما را انتظارم و همه سوالمون پر است. هر سوالی دادیم پر جواب شد. ما با 3 سوال از جمعه را خاتمه میبخشیم، ولی هم پر نیست. معنای شعرش ضرورت ندارد، میلش انشاءالله. من یک موضوع تقدیر دارم، ولی درباره تقدیر گپ میزنم.
تغییر نیکی و بدی از خدا هست. سوال بیشمار است. برای چی یک کس عرق می نوشد و باز میگوید که خیلی خدا ما را به همین راه برده است؟ همین چی جواب داره؟ انشاءالله من برای شما با جوابهای خیلی خوب آن چیزی که قرآن میگوید، حدیث میگوید تیار کرده ایستادم. موعظه دارم، تیار کردنش کاری آسان نیست. همه او را جا بجا کردن در کار. مثل همون این شعرم بعضی نازکی ها دارد. خدا خواسته باشد خیلی بعدا جواب میگویم، برای وقت کم است. سوال یکم، معلوم شد زندگی ناآرام بین زن و شوهر، نافرمانی زن نسبت شوهر، دست درازی، زبان درازی، بد گفتن از جانب زن و شوهر، همین ها را فهمانده دیگه گفته است. برادری عزیز و گرامی، ما یک جمعه پیش اطراف این علاقه صحبت ها داشتیم. شما میتونین که از طریق کسیته ها این جواب گیرین که نسبت زن و شوهر یک کسیته پر را که 3 سوال بود من برای شما جواب گردانیدم. همین قدر گفتنی هستم. گفتی همون حضرت سعدی که آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن از جوابش که جوابش ندهی. دادرای عزیز، نصیحت من، فهماندن من، فقط حجت من قرآن و حدیث است، دیگر چیزی ندارم. و این بهترین حجت است، بهترین توصیه نصیحت از روی قرآن و حدیث است. اینها را هر روز گفته ایستاده ایم. مادامی که گوش نه اندازند من چیکار کرده میتونم؟ وقتی آیت قرآن را گوش میکند پروانه دارد، حدیث پیغمبر خدا را گوش میاندازد اهمیت نمیدهد، چیکار کنیم؟ دیگر از این دلیل قویتر، از این بالاتر دیگر نصیحت هست نیست. فقط یک چیز خواهان هستم، خدا کند که در دل این زن یا در دل این مرد خدا هیبت خودش را، ترس خودش را جای کند و از روی دستورات قرآنی برنامه های زندگیشون را پیش برند. برای کی در کار است همین زندگی ناآرام؟ برای کی در کار است؟ برای کدام مرد و زن لازم است که همین روز دراز در بین آنها دشنام باشد، کشماکش باشد، ناآرامی باشد؟ برای هیچ کس در کار نیست. برای چی ما زندگی های پیغمبر خدا را برای خودمان در خاندانمان جاری نمی سازیم؟ ای برادرای عزیز، ای خواهرای مهربان، برای چی؟ و چرا حضرت انس میگوید 10 ساله که آب طهارت به پیغمبر دادم، بار در خانه پیغمبر خدا صدای دشنام نبرآمد؟ بار یک دیگر حتی یک سخن پسترین، حتی دشنام و قبیح و حتی سخنی سخت نگفتم. برای چی نگفتم؟ آخر حیات پیغمبر برای ما باید عبرت باشد. این یک سبب دارد مردم از قرآن و حدیث دور شده. از همه سبب اساسش هم همین است که مردم از قرآن و از حدیث دور شده. یگانه چیزی که زندگی شما را خوب میکند، آرام میکند، اجرا کردن سخن خدا و پیغمبر است. من میدانم اینجا جوانایی که الحال جمعه میخوانیم، اکثریت تو نه پدرش میماند، نه مادرش میماند، نه خواهرش میماند، همگیش تو دشنام میدی. من نمیدانم این چی غیرت است؟ آیا این جوانی است؟ جمعه میخوانی، برای چی آمدی؟ برای که سفارش خداست؟ برای احترام زنم سفارش خدا و عاشرهن بالمعروف آمده است.
حبیب خدا اللهم اینی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأة گفت خدایا، پیغمبر دعا شدید، روز قیامت بالای 2 نفر دعواگر هستم، الله من نمیخواهم این 2 نفر وارد جنت شود. دعوا میکنم بالا اینها، حق دعوا دارم. کی؟ الیتیم و المرأة، آن کسی که حق یتیم میخورد، آن کسی که حق یتیم پایمال میکند و آن کسی که بالای زن ظلم میکند، آن کسی که زنها را زیر تحقیر و دشنام قرار میدهند. من بالای اینها گفت دعوا دارم، اینها را من گناهکار میشمارم. خدایا گفت و سخن پیغمبر تا گوش نمیکنی. اگه فکر میکنی تو مردک هستی و دیگران مردک نیست، تو فکر میکنی تو غیرت داری و حضرت عمر غیرت نداشت. حضرت عمر از سایه شیطان میگریخت، ولی شیطان قطعی تو هست همیشه، او را از سایهش میگریخت. لیکن در سخنرانی صبر میکرد. عکسی خواهری عزیز، و تو 5 وقت نماز خوانی اگر، یا خواهری عزیز تو روزه میگیری، تو دعوای مسلمانی داری و تو شوهر از همه بزرگترین انسان به سوی تو در اولین زینه شوهر میستد. اگر تو پروازی شوی از نماز بسیاره در آسمان، اگر جای نماز تا پرتافته نماز خوانی، اگر تو در شوهر اگر قهر و غضب داشته باشی، قسم به خدا این جای نماز هم در سرده نماز هم قدر ندارد. این سخن خدا و پیغمبر است. حبیب خدا میگه 3 طایفه عبادتشان یک وجب از بالای سرشان بالا نمی رود. یک وجب بالا نرفتن چی معنی دارد؟ قبول خدا نمی شود. یکم کی است؟ من ام قوما و هم له کارهون. یکم آدمی بی سواده که در محراب نماز مردم میخواند، صدقه محرابش کند، بی سواد است، بی علم است، نمیگذارد که آدمی با علم پیش درآید و از پس نماز خواند، برای که گویند که من امام خطیب هستم، من ملای محله هستم، من ملای مسجد هستم. این به این خاطر حبیب خدا گفت عبادت ها یک وجب از سرت بالا نمی رود. نه این سلت فایدت میکنه، نه جیلت فایدت میکنه تا زمانی که در محراب ایستاده و خدمت مسلمان ها را نکنی، خدمت اسلام را نکنی. تو از پشت اسلام عزت داری، از پشت اسلام مردک خانش میبرد، نانت میتد، پولت میتد، آبت میتد، که اسلام پشتیبانی میکنی؟ که با نماز خواندن تو پیش در آمدن تو را جنت میبرد. برای چی اینها را من میگم؟ برای که نزد من خودم خبرها دارم در کدام مسجدها پیشواها چیها میگویند، پیشواها چیها گفته ایستند، پیشوا هستند. عبادت یک وجب از سرت بالا. دویم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. دویم زنی که در یک خانه زندگی دارن و شوهر بالای و غضب دارد، شوهر از اون نارضا است. روزه مریم میگیری، روزه ماه رجب میگیری، اگر به عدد تمام ستاره ها روزدار باشی، عبادت در نزد خدا قدر و قیمت ندارد تا زمان شوهر از تو راضی نباشد. سخن پیغمبر است، به خدا قسم یگان جمله از خودم در همینجا علاوه نمیکنم. چیزی میگویم شما بعد نمازم از من پرسید، در راست هر یک جمله یک حدیث نگفتم، به خدا قسم من گفتی همون بچه ها که نام میگردن. چه عبادتی چه معنی دارد؟ و دوستی نزدیکترین هم شوهرت است. در همه سختی ها من شوهر در کار می شود. احترام کن، گپی گنده نکن، یکان سخنی بد و قبیح نکن، احترام کن شوهرت، به قدر شوهرت برد. تمام
دفگردانی میکنی، زبان درازی میکنی، پیشگاه خدا در فردا جواب میگویی. و این خاطر دادر عزیز همان کسیته های پیش تماشا کنیم، گوش اندازیم، اطراف اینها من گفتگی هستم. دیگر در اطراف همینان ننویسیم برادرای عزیز، زیاد شده. من میدانم خیلی همه بیچاره درد دل دارند، خواه زنها درد دل دارند از پشت مردها، خواه مردهاش از پشت زنها درد دل دارند. لیکن برای همین شما بس است همین قدر گوش کردن، همین قفه همین خلاصه که احترام کنید، به قدر یک دیگر تون رسید، دشتام نکنید. زنی خوب است چیکار کنیم؟ خیلی خدا نتتون چیکار کنیم؟ خوب است زنی خوب، به هر چیزی خوب است. در عمرت کسل نمیشه تا اگر خدا یگان بیماری را بالات نیارد. رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعض روایت 4 آمده. خوشبخترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتن. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعض روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبخترین مرد است. خوشبخترین کدام داری خوش به حالت بدلت خرسان شد، کامت که نداری اکو دعا که خدا از امینا اگر با نصیبت کنه تو از جمله خوشبخترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب، همین 4 چیز. این حدیث پیغمبر است. در دیگر حدیث پیغمبر گفت من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه فی شطر دینی فلیتق الله فی شطر الباقی. روایت طبرانی هست. حبیب خدا گفت کدام مرد را که خدا اگر زنی خوب داد نصف دینش کامل شد، پس در نصف دین دیگر خودت کوشش کن. آزی خیلی آدم خدا داد در کار که زنی خوب بیاید. خدا رحمتشون کنه، خدا خوبشون کنه، خدا نیکشون کنه. خوب باشن انشاءالله این هم آرامی شما هست، هم آبادی جمعیت است. گندشون کند البته خانه هم ناآرام، مردک هم ناآرام، خودش هم ناآرام، فرزندا هم ناآرام. خیلی بدبختی های زیاد دارد. افسوس که این مادرای ما اطراف همین حیات حضرت فاطمه را تماشا کنیم. چه حیاتی خوشرو داشت، چه حیاتی زیبا داشت. فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. محمد اقبال لاهوری میگد، اما در عزیز میگد همه چشم و هوش نمیگد زندگی فاطمه را کتابشو بخوان. کتابی که فاطمه حیات او را کتاب کردن، حیاتشو بخوان، از حیات او درس بگی تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. اگر تو خدمتگار شوی، رنگ فاطمه شوی، مثل فاطمه شوی، از شکم تو حسین به دنیا می آید، از شکم تو حسن به دنیا می آید. هی خدای، این در همو مردهای پیشم بود. برادرای عزیز غمگین نباشین، فقط دعا کنین، شبها خیزین، نمازهای تهجد. این زنی بدم داشتن یک طرفش خوبه که با خدا پادا شد میته، ای همه طرف اگر با خدا بتد با کم کم مست میشه. یک طرف با مثال یک زنه که گنده های، یگان رفیقی گنده های، یگان دشمنه بود بالای سر دمی مانه، به خاطر حکمت خدا هست ایمون طرف را پاداش دادن بگیره، اجر دادن بگیره. برای همین انشاءالله من باوری دارم که تا او اندازه زنهای گنده ای که در کتاب ها بعضی وقت میخوانیم تا او اندازه انشاءالله امروز فکر میکنم وجود نداره. به هر حالم باشد دادرای عزیز، در کدام تو اگر زنی گنده باشد اولا دعا کن که خدا فعل اخلاقش دیگرگون کنه. اگر قوتت نرسید محتاج نصیحت باشه، من برادر تو می روز دعوت که میریم نصیحتش میکنیم، میریم نصیحت میکنیم به خاطر خدا، به خاطر رسول خدا، به خاطر تو برادر مسلمان. من خودم شخصا همراه تو میرم دعوتش میکنیم، خبرش میتیم انشاءالله شاید نیک شود.
زیرا غم شما غم ما هست. به خدا خرسندی شما خرسندی ما هست. نمیخواهم که جوانها آمده در پیش من گریه کنند. والله که در پیش من جوانها گریه میکنند. جوانم نیست، قریب 30 ساله 40 ساله 45 ساله مردک با آب چشم گپ میزند از زیان و ضرر زنش. من بچه او میشم، من دادر او میشم، به خدا طاقت نمیکنم آب چشم او را میبینم. السلام علیکم حاجی محترم. خداوند زبانت را باز شیرین تر گرداند و سخنانت را باز تأثیر کننده گرداند. اگر در پیشگاه خدا با این سخنم گناهکار نشوم، از پدر و مادرم دیده تو را دوست می‌دارم، زیرا هزارها کس از صحبتتون راه درست یافتند. داملای عزیز سوال دارم. من یک زن که خود را مسلمان حساب میکند میگوید که الحمدلله مسلمانم، لیکن میگوید از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم، از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. آیا این چه حکم داره؟ از بین مردها مرد ریشدار را بد میبینم و از بین زنها زن سطردار را بد میبینم. و هیچ مرد بیریش نیست کو، همه مرد ریش داره. شاید این خواهر ما دیدن اینجا بعض موی سفیدای بیریشه به همین خاطر گفته باشه. همینا را ما فکر میکنم این خواهر عزیز نخواه که تا این اندازه به عقل باشه. همین شخصایی که علاقه زمان ریشمانیشون آمده است ریش نمیمانند، شاید همینا را دیده باشه و گفته باشه همینها را ما بد میبینم، مقصد سخن پیغمبر اجرا نمیکنند. شاید این معنا را داشته باشد، من چی میدانم. من خواهر را ندیده باشم، مادر را ندیده باشم. و این چنین گفته است که از بین زنها زنهای بی سطر را بد میبینم، زن سطر دارنی. اللهم صل علی محمد. اگر نافهمیده گفته باشه، نافهمیده از روی جهل گفته باشه، توبه کنه خدا میبخشش. از روی دشمنی گفته باشد، از روی بدبینی گفته باشد، دانسته گفته باشد، از دین بیرون شده است، از سر تجدید ایمان کند، اولین کار میکنه نکاحش از سر کند. اگر دیده و دانسته گفته باشد که ریشدار بد میبینم، سطردار بد میبینم، معلوم این است که تو با خدا جنجال داری، با پیغمبر جنجال داری. زیرا پیغمبر ما ریش داشتند، زیرا عایشه مادر ما سطر داشتند. معنای گپ این است که من محمد را بد میبینم، نعوذ بالله. من عایشه را بد میبینم، نعوذ بالله. زیرا صاحب ریش این بود، صاحب سطر وی بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، صدق الله العظیم. خدا میگوید ای پیروای قرآن، ای بنده های خدا، طرز لباس پوشی را از معلمتان محمد آموزین، طرز سخنرانی را از معلم بشریت محمد آموزین، طرز خوراک خوری را از محمد آموزین، طرز رفتار و طرز گفتار و همه آداب از محمد آموزین. هر چیزی که محمد آورد و ما اتاکم الرسول فخذوه، چیزی که آورد قبولش کنید. چی آورد؟ آیا منه پیغمبری خدا ریش نداشتن؟ ریش داشتن. آیا در منه حضرت ابوبکر که شما آب چشمتان در کیسه هایشان میریزد منه او ریش نداشت؟ آیا در منه حضرت عمر رضی الله عنه که لو کان بعد نبی لکان عمر، پیغمبر گفت بعد من پیغمبری خاتمه نمیشد، هر آینه عمر پیغمبر بود. آیا منه او ریش نداشت؟
حضرت عثمان وصف ریشش میگوید پیشای برش همه را محکم میکرد ریش حضرت عثمان. وقتی کله مبارک بریدن خونها با قد ریش بریخت. ریش داشت. حضرت علی ریش داشت. دوستای خدا صاحب ریش بودن. برای چی بد میبینید؟ آیا چی جای بد دیدن است؟ چی جای بد دیدن؟ و تو مرد را بد ببین که وای زیناکار است، وای حرامخور است، وای خدمت خدا و پیغمبر نمیکنه، تو وای بد ببین. من میگم آفرین مادر، خوش به حالت. آخه ریش چی جای زیبایی دارد که ما را چی مجبور کرده است؟ سخن پیغمبری خدا، سخن خدا و الهی زیبایی دارد، و الهش زیبایی دارد. من نمیگم زیبایی ندارد، زیرا پیغمبری خدا گفت زینت مرد ریش است. خداوند در قرآن میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله میفرماید اگر کسی دعوا کند که الله را دوست می‌دارم، پیرو پیغمبر من محمد شود صلی الله علیه و سلم، پیرو پیغمبرم شود. وقتی پیرو پیغمبری من شد، دوستش می‌دارم. الله میگوید گناهاش مغفرت میکنه. دادر عزیز، مادر عزیز، آیا چی جمله هست؟ این جمله از روی دشمنی و از روی قصدن بدبینی باشد، اثر تجدید ایمان کن، اثر کلمه عرضه کن، اثر نکاح کن. حیفی همون گریه های پیغمبر، حیفی همون مهنت های پیغمبر، حیف، هزارها حیف که برای ما امت گناهگار، برای ما امتهای در گناه آلوده، حضرت نه بالشت خوب داشتند، نه کرپچه ملایم داشتند، نه خانه گرم داشتند، شبان روزن عبادت گریه در حق امت. امروز امت میگوید ما ریش بد میبینیم، برای پیغمبر ریش داشتن. همون پیغمبری که دست برداشت و گفت اللهم امتی امتی و بکا، همون پیغمبری که باری خدایا امتم گریه کردن. نام امتم میگیریم، حضرت گریه سرازیر میشد. قدر غمخوار بودن، این قدر دوست میداشتن. وقتی حبیب خدا در گریه میگد داده شدن، الله جبرائیل گفت یا جبريل اذهب الى محمد و ربك اعلم فسله ما يبكيك. این حدیثی صحیح است. الله جبرائیل گفت جبرائیل پایان شو، حبیب من محمد گریه دارد، من میدانم که او چرا گریه میکند، لیکن پرسان که وی را برای چی گریه میکند. وقتی جبرائیل آمد پرسید، حبیب خدا گفت الله میداند من برای چی گریه میکنم، رو برای خداوند خبر ده. وقتی رفت خبر داد که الله محمد برای امتش گریه میکند، الله چی گفت؟ چی بشارت داد؟ رو برای محمد بگو این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. رو برای محمد خبر بده که من که پروردگار عالمیان هستم، حتمی پیغمبر روز قیامت راضی میگردانم و امت او را فراموش نمیکنم. امت پیغمبر را فراموش نمیکنم.
به دعای پیغمبر الله ما را فراموش نمی سازد. ما امروز دشمن سنت پیغمبر هستیم. ما امروز قدردانی آب چشم پیغمبر را نمیکنیم. بی رحمانه علیه سنت پیغمبر خدا مبارزه میکنیم. از خدا بترس. به خدا قسم در پیش یک مصیبت وزنین برای تو جان کندن است. الله دانا هست که ایمان تو را شیطان غارت میکند. از خدا ترسیدن در کار، فکر آخرت کردن در کار. کسی که میگوید زن را به خاطر سترش بد میبینم، معنا چی؟ معنا این است: یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. برادر عزیز، آیت 58 سوره احزاب خوان. امروز قرآن‌های کریلیکی برآمدند. سوره احزاب هوی کن، آیت 58 خوان. پیغمبر الله از بالای آسمان سفارش میده: پیغمبر برای زنها، برای دخترها، برای تمام زنهای مسلمان سفارش خدا را به گوشان برسان. این سفارش بود. چی سفارش؟ یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا یؤذین. به گوش مردم برسان که الله به آنها سفارش میدهد اینکه گردنهاشون پوشانند، بالای سرهاشون پوشانند، پایهاشون پوشانند، دستهاشون پوشانند. این موضع هایی که شهوت کس را بیدار میکند فقط برای شوهرهاشون حلال است و خلاص. سفارش خدا هست. زنهای بنی تمیم نزد عایشه آمدند مادرمان. لباسهای شفاف داشتند، لباسهای تنوک داشتند. این منزله که امروز میپوشند را به سوی خدا پناه طلب کردند. در کار شفاف بود، بدنهاشان شاید نمیتافت، فقط تنوک بود. حضرت عایشه مادرمان این لباس دید چی گفت؟ این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثیاب المؤمنات. مادرای عزیز گفت اگر شما دعوای مؤمنین مسلمانی داشته باشین، این لباس در بر کردین، این لباسی مسلمان نیست. گفت سخن عایشه است. مادر عزیز، سخن مادر ما جنسی زن بود. تازه عروسه نزد حضرت مادر من عایشه آمدن. ویم شاید یگان لباسی ناجور داشت و خوب داشت. عایشه دیدن برابر ناراحت میشد. چی گفتم؟ لم تؤمن بصورت نور من تلبس هذا. این لباس کسی می پوشد که از سوره مبارکه نور درکدار نیست. سوره مبارکه نور خوانید. این سخنهای خدا هست، سخنهای پیغمبر است. و این خاطر این مادر کسی که باشد اینقدر گفتنی هستم، قصدن گفته باشد، از روی دشمنی گفته باشد، باز میگویم از نو ایمان بیار، نکاح نو کن. لیکن اگر نافهمیده گفته باشد، از روی جهل گفته باشد، توبه کند به سوی خدا، خدا میبخشد. خب یک سوال دیگر میخوانیم. سلام علیکم اکای حاجی مرزا، میبخشید با همین سوال من جواب گردانید. در ماه شوال روزه گرفتن چه خاصیت دارد؟ بعضیا میگویند که گرفتن ثواب است، بعضیا میگویند که هیچ ثوابی ندارد. کسی از ماه شوال 6 روز روزه میگیرد همچنان است که 1 سال در پیشگاه خدا روزه دار است. ماه شوال این بعد رمضان است که گذشت. خب دویم سوال، برای زن خواندن نماز راست یا شیشته درست می باشد؟ نه، نشسته نماز خواندن زن کلا نادرست است، فاسد کننده نماز است. نمازش در پیش خدا هیچ قدر و قبولیت ندارد. کدام زنی که نشسته نماز می خواند، نماز باید راستا خوانده شود. خب
خب در ماه شریف رمضان وقتی که زن حیض میبیند روزه قرض میشود یا نماز؟ البته این روزه قرض میشود، نماز قرض نمیشود. یعنی کدام زنی که در ماه مبارک بیمار میشود آخر رمضان ده وای چی هست، وای از روزه میدارد و از نمازهای فوت شده هیچ کدامش دیگر قضا نمیخواند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من برای شما دو سوال دارم. یکم سوال التماس شرط و ضرور است. همین جمعه سوال جواب گویید. از قفای ملایی که زنش را سر داده است از قفای همین که ملا نماز خواندن درست است؟ التماس بابای حاجی جوابش رو همین جمعه گویید. درست است. از پس همان ملایی که زنش را سر داده است و بعدا با نکاح کرده و گرفته باشد درست است. خب لیکن ملا باشد، باز میگویم باید که این ملا باشد، مثلا علم داشته باشد، قرائت داشته باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، اصلا همون نام ملاگیر ارزنده باشد. خب درست است. از پسش نماز خوانه، نماز شما را خدا قبول میکنه. یه هر کاری کرده از خودش جوابگر از پیش خدا ده. دویم، امه من پایش درد میکند اما پایش آب رسد زلال میکند. خب اگر محض کشد درست است یا نه؟ بله درست است. اگر هر یک عضوی ده که آب رسانیدن ضرر میرسانیدگی باشد اون عضو محض میکشند و اون در آب تر نمیسازند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من سوالهای باقی را جمعه آینده برای شما جواب میگویم و خدا خواسته باشد از آیندهش باز از قصه های حضرت عثمان یار سیوم پیغمبر برای شما انشاءالله صحبت میکنم. الحال باشد وقتم تمام شد. بعد نماز جمعه اینجا یک جنازه رم آوردن، خیلی جوان هست، همگی از حیاتش 20 سال گذشته است. تقدیر الهی بوده است، رازگی خدا بوده است، قسمت که در صدمه رو برو می شود. جوانی با عبادت بودن، جوانی بودن که گویم عاشق و مخلص همین مسجد بودن. اینجا گاه اذان می دادن، گاه وقتا اینجا در دردگیری هم می آمدن. الحال که در دوشنبه تحصیل می کردن همونجا صدمه در رو برو شدن. الحال جسدش منتظر 4 تکبیر جنازه ما و شما هست و همه این برای همه ما و شما عبرت است که مرگ به سر هر کدام ما و شما ناگهان می آید و هرچی خدا خواهد البته حمول می شود. ما فقط در حکم خدا راضی هستیم. هرچی به سر ما